خورشت کرفس. How to make celery stew. مواد مورد نیازمون: پیاز، onion، کرفس، celery، گوشت. من دارم از گوشت گردن استفاده میکنم. Meat, this is the meat from the neck. Mint, dried mint. And our herbs for our stew are mint and parsley together. ادویه‌هایی هم که لازم داریم زردچوبه است، فلفل سیاه و نمک. همین. Turmeric, black pepper and salt. اولین کاری که میکنیم میزان پلاسه، یعنی آماده کردن وسایلمون که قراره توی خورش ازش استفاده کنیم. اولین کار پیازمونه. پیازمونو اول از همه پوست میکنیم، دو نصفش میکنیم، پوستشو یک لایه قشنگ ازش میگیریم، بعد از اینکه یک لایه گرفتیم شروع میکنیم خلالی خورد کردن، خیلی نازک. من میخوام ضخامتش رو نشون بدم. این میشه ضخامت پیازمون، به همین نازکی که قشنگ توی خورش آب بشه. پیاز آماده شدن. الان پیازا رو میذاریم توی یه ظرف جداگانه و شروع میکنیم به کرفسا رو آماده کردن. کرفسامون رو میاریم کنار هم دیگه میچینیم. اینکه چقدر کرفس استفاده کنید کاملا بستگی به خودتون داره. من مقدار کرفسی که استفاده میکنم معمولا زیاده، چون من خیلی زیاد این ترکیبو خیلی دوست دارم، به خاطر همین کرفسشو خیلی بیش از حد زیادتر از حد معمول میگیرم. منتها شما میتونید کمتر استفاده کنید و این میل خودتونه، کاملا یک انتخاب شخصیه. اینطوری نیستش که من بهتون بگم باید نیم کیلو کرفس استفاده کنید یا باید 200 گرم کرفس استفاده کنید. اصلا اینطور نیستش. شما هر چقدر که دلتون میخواد میتونید کرفس استفاده کنید. و اینکه سر کرفس و ته کرفس رو همیشه بگیرید، چون خیلی سفته، یه جورایی بافتش مثل چوبه. این بافت چوبیشو بندازید بره و بعدش میتونید از ساقه کرفس که یه بافت فوق العاده نرم و خوشمزه داره استفاده کنید. کرفساتون هم به این اندازه خرد کنید. یعنی یه چیزی حدود 5 سانت که بعدن که خورشتون درست شد همش آب نشده باشه توی خورشتون، کرفستون رو بتونید با چشم ببینید به این اندازه. این اندازه عالیه. قسمت‌های کرفس که برگ داره رو دور نندازید، خواهش می‌کنم. این برگ باعث میشه خورشتون خوشمزه‌تر بشه. اون قسمت برگ دارشو ببرید و عین سبزی خوردش کنید. اینطوری ریز ریز خوردش کنید و با سبزیتون قاطی کنید، با سبزی نعنا جعفریتون با هم دیگه قاطیش کنید و سرخش کنید و یک طعم فوق‌العاده خوشمزه‌ای به خورشتتون میده. همینقدر آسونم خورد میشه کرفس. لازم نیست ریز ریز بشه حتما، چون در حین پخت همه اینا آب میشه، چون قراره یه چیز حدود مثلا 5 تا 6 ساعت بپزه. من چون دارم از گوشت ماهیچه‌ای و گوشت گردن دارم استفاده میکنم، به خاطر همین حتما باید 5 6 ساعت بپزه و من سبزی هم به همراه گوشتم با هم دیگه میپزونم. اینطوری نیستش که اول گوشت رو بذارم درست بشه بعد سبزی چیز کنم. خیر، من از همون اول تمام مواد با هم دیگه میذارم که قشنگ طعمشون به خورد هم دیگه بره. For my English speaking audience or my international audience, I have to say that I will write everything down on the video, so I don't have to speak in Farsi and speak in English together, because the video is going to be too long if I do that. So everything I do, I will say it in Persian, but I will write it down in English as a text. الان که سبزیمون، کرفسمون و پیازمون حاضره، وقتشه که گوشتمون رو تیکه کنیم. چاقومون عوض می‌کنیم. من این چاقو رو فقط برای سبزیجات استفاده می‌کنم. این چاقومو شستم و گذاشتم سر جاش و چاقوی گوشتمو برمی‌دارم. الان گوشتمو می‌خوام تیکه کنم. تیکه‌هایش که خوب نیست و دور بریزم، مثل اینجاها که می‌بینید یه ذره تاندونای گوشت هنوز مونده. یه ذره اینجاها چیز می‌کنم. نگران این پوست نقره‌ای گوشت نباشید. اینا همشون توی خورش آب میشن و یه حالت ماهیچه‌ای به غذاتون میدن. اینا حالت ماهیچه‌ای به غذاتون میدن و خیلی غذاتون رو خوشمزه می‌کنن و اصلا لازم نیستش که اینا رو حتما بکنید و دور بریزید، چون تایم که قراره این غذا رو بپزید تایم طولانیه. غذا نیستش که توی 2-3 ساعت حاضر بشه. و اینکه من بهتون پیشنهاد می‌کنم برای خورش کرفس گوشتتون رو قیمه‌ای خورد نکنید، بلکه اینطوری بزرگ خوردش کنید. چون به خصوص اینکه گوشت ماهیچه‌ای هستش، همین که یه ذره خودش رو جمع می‌کنه، هم اینکه به چشم میاد و قشنگ‌تر میشه. سعی کنید گوشتتون رو بزرگتر از کرفساتون ببرید که گوشتتون بیشتر به چشم بیاد. من حتی بعضی وقت گوشتمو نمی‌برم و فقط همینطوری میذارمش توی خورشتم، چون دوست دارم اینطوری گوشتی که یه تیکه بزرگ باشه به چشمم میاد و به نظر من گوشتش قشنگ‌تره تا گوشت قیمه‌ای. ولی این هم باز با خودتونه، یعنی اینطوری نیستش که حتما و باید باشه. باز همین یه سلیقه است و کاملا شخصیه. اگر دوست داشتید میتونید قیمه‌ای خورد کنید، حتی اگر دوست داشتید میتونید مثل استانبولی خیلی ریز ریز خوردش کنید. همه چیز بستگی به سلیقه خودتون داره، اصلا چیزی نیستش که باید باشه. این گوشت ماهیچه‌ایمونه، اینم که گوشت گردنمونه. گوشت گردنمون رو دیگه من کارش نمی‌کنم. این گوشت همینطوری اولش سرخ میشه، بعد از اینکه خوب سرخ شد وارد خورش میشه. تو مرحله بعدی من سرخ کردن گوشت الان بهتون نشون میدم. یه چیز خیلی مهم هم توی آشپزی هستش که موقعی که از یه چیز استفاده می‌کنید لطفاً بعدش اون چیزو تمیز کنید. چه چاقو، چه تخته کار، هر چیزی که ازش استفاده می‌کنید. من الان ویدیو رو که قطع کنم 100% اولین کاری که می‌کنم اولین چاقومو کامل با کف آب میشورم و خشکش می‌کنم. مهمترین چیز اینه که چاقوتون رو خشک کنید. اگر این کار نکنید چاقوتون کند میشه به مرور زمان. بعد از مثلا 4 5 بار استفاده کردن 100% چاقوتون کند میشه. ولی تخته کارتون رو با کف نشورید، با
دستمال مرطوب، با دستمال مرطوب پاکش کنید، به خاطر اینکه تخته کار مثل آیرون کسته، باید سیزنینگ داشته باشه، باید مزه داشته باشه خود تخته کارتون، و اگر با کف بشورید تمام مزه که این تخته کار گرفته رو از بین میبرید و حیف میشه. نگاه کردم دیدم این گردنی که دارم استفاده میکنم واقعا بزرگه، خیلی بزرگه، سر همین تصمیم گرفتم که حتما نصفش کنم. الان اوکی. میزان پلاس یا آماده سازی موادمون تموم شد و فقط می‌خواستم بهتون نشون بدم که خرد شده کرفسمون شد این، خرد شده پیازمون شد این و گوشت خرد شدهمون هم شد این. الان میریم برای پختن غذا. قابلمه‌مون رو روی گازمون میذاریم، گازمون رو روشن می‌کنیم، روی بالاترین درجه قرارش میدیم، می‌ذاریم که قابلمه‌مون داغ بشه. موقعی که داغ شد بعدش بهش روغن اضافه می‌کنیم. در ضمن بهتون بگم که این غذا قراره کلش فقط و فقط توی همین قابلمه درست بشه و هیچ چیز دیگه‌ای تو، یعنی هیچ ظرف دیگه‌ای توش دخیل نیستش. تمام این غذا از اول تا آخرش توی همین قابلمه درست میشه. اگر تا آخر ویدیو همراه من باشید متوجه میشید که چه جوری و چه شکلی قراره این کار بکنم. حدودا 90 ثانیه گذشته که من قابلمه رو روی بالاترین درجه گذاشتم روی گاز. می‌خوام تستش کنم داغ هستش یا نه. بله، کاملا این قابلمه الان داغه و تایمشه که روغن رو به قابلمه اضافه کنیم. روغن رو به قابلمه اضافه می‌کنیم. زیر گازمون از بالاترین درجه می‌ذاریم روی 7 که نه زیاد پایین باشه نه زیاد بالا. الان که دیگه روغنمون هم داغ شد، شروع کنیم اول از همه گوشتامون رو سرخ می‌کنیم. حواستون باشه که حتما اول گوشتون رو سرخ کنید. یه چیزی توی آشپزی ایرانی وجود داره که متأسفانه ما اشتباه می‌کنیم. اول از همه پیاز رو اضافه می‌کنیم و بعداً به پیاز سرخ شدهمون گوشت رو اضافه می‌کنیم و شروع می‌کنیم تفت دادن که با این کار شما یه المنت خیلی مهم آشپزی که اسمش فانده از دست میدید. فاند رو من بهتون توضیح میدم چیه وقتی که این قابلمه خودش فاند بست. بهتون نشون میدم که فاند چیه و چه طعم خوبی به غذاتون اضافه می‌کنه. رنگ گوشتمون که برگشت و قهوه‌ای شد، گوشتمون رو برمیگردونیم تا این طرفش هم همین رنگی بشه و بعد از اینکه اون طرفش هم همین رنگی شد گوشت کامل از توی قابلمه در میاریم و بعداً بهش پیاز و سبزیجاتمون رو اضافه می‌کنیم. در حین توضیحاتم در مورد غذا یک کلمه گفتم به نام فاند. فاند اینه. اینا سوختگی نیستش، اینا مزه گوشته که به ته قابلمه چسبیده و چون قابلمه استیله ور نیومده. شما وقتی که پیازتون رو به این اضافه می‌کنید و وقتی که اینو هم میزنید این مزه گوشت به خورد پیازتون میره. و یکی از خوشمزه ترین قسمت‌های غذا همینه، یعنی یکی از چیزایی که واقعا باعث تفاوت غذا میشه همینه. ما تو آشپزی ایرانی متأسفانه اول همیشه پیاز رو سرخ می‌کنیم بعداً بهش گوشت اضافه می‌کنیم. من تو آشپزی بین‌المللی متوجه شدم که این کار ما اشتباهه و ما باید اول گوشت رو سرخ کنیم تا فاند مورد نظرمون رو به دست بیاریم. بعد از اینکه فاندمون رو به دست آوردیم میتونیم پیاز رو به همون قابلمه‌ای که فاند داره اضافه کنیم و از فاندش استفاده کنیم. حالا چجوری استفاده کنیم؟ چون همین الان اگه شما نگاه کنید به خودتون میگید خب این که هنوز چسبیده کف قابلمه، یه مقدار آب بهش اضافه می‌کنیم. این مقداری که آب بهش اضافه کردید خیلی هم کم، اصلا لازم نیستش خیلی زیاد توجه کنید. به این کار میگن دیگلیز کردن. قابلمه‌تون باید دیگلیز کنید شما، یعنی اون چیزی که کف چسبیده رو ور بیارید و حتما هم از شعله متوسط استفاده کنید در حین این کار که یه موقع پیازتون نسوزه. بعد اینکه حس کردید پیازتون داره رنگ عوض میکنه یک مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنید. حدود یک قاشق چایخوری زردچوبه برای این خورش کاملا اندازه و کافیه. شما لازم نیستش اضافه تر بزنید به خاطر اینکه رنگ این خورش قراره سبزی بشه که رو به سیاهی میزنه نه نارنجی و زرد. الان دیگه پیازمون تفت خورده، وقتشه که بهش سبزیمون رو اضافه کنیم. سبزیمون رو به پیاز اضافه کردیم، یک مقدار همش میزنیم و اجازه بهش میدیم که کاملا سرخ شه، یعنی نسوزه ولی یک مرحله قبل از سوختن باشه، چون اینطوری رنگ خورشتمون خیلی زیبا میشه در نهایت. بعد از اینکه سبزیمون سرخ شد تقریبا 3/4 از سبزی که سرخ شد، یعنی 3/4 از مرحله سرخ شدنش گذشت، کرفسمون رو بهش اضافه می‌کنیم. الان خیلی زوده و باید یه مقدار منتظر بمونم، ولی در همین مرحله اول میتونیم نعنا خشکمون رو بهش اضافه کنیم. من یه چیز حدوداً چون مقدار این خورش زیاده 2 قاشق غذاخوری براش نعنا خشک در نظر میگیرم. فکر کنم 2 قاشق غذاخوری کافیه، نه کمه. 3 قاشق غذاخوری نعنا خشک در نظر میگیریم. شروع می‌کنیم به هم زدنش. بعد اینکه خوب هم خورد حس می‌کنید که یه ذره خشکه ولی بهش وقت بدید این دوباره روغنش رو آزاد می‌کنه، لازم نیست روغن بیشتری بهش اضافه کنید. اوکی، سبزی ما یه چیز حدود 6-7 دقیقه است که داره سرخ میشه و همونطور که می‌بینید رنگش کاملا برگشته و سبز فوق‌العاده تیره شده، دقیقاً همون چیزی که من می‌خواستم. الان موقعشه که بهش کرفس رو اضافه کنیم. کرفس رو بهش اضافه کردیم. بعد از اینکه کرفس اضافه کردید شما می‌تونید یک مقداری نمک رو توی تیل غذا اضافه کنید و بعد شروع کنید غذاتون رو هم بزنید. منتها این برای مزه‌دار کردن سبزیه، فقط برای مزه‌دار کردن کل غذا نیستش. نمک فلفل رو در نهایت غذا، یعنی یه چیز حدود 4 الی 5 ساعت آینده من نمک فلفل این غذا و ترشی این غذا رو تنظیم می‌کنم. در حال حاضر این فقط برای اینکه سبزیمون بی‌مزه نباشه. کرفسمون خوب میکس شد، خوب هم خورد. الان موقعشه که گوشتمون رو دوباره به ترکیب برگردونیم. گوشتمون رو برمیگردونیم، همش می‌زنیم و بعد از اون آب بهش اضافه می‌کنیم. گوشتمون هم قشنگ با سبزیجات و کرفسمون میکس شد. الان موقعشه که اضافه کنیم آبمون رو. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، حتما موقعی که دارید از گوشت قرمز یا هر گوشت سفید یا قرمز استفاده می‌کنید، موقعی که می‌خواید خورش درست کنید، آب جوش به غذا اضافه نکنید. آب سرد به غذا اضافه کنید. آب سرد باعث میشه که گوشتتون شوک بشه و شکل خودش رو حفظ کنه و اون آب میان بافتیش رو کاملا آزاد می‌کنه. ولی اگه آب جوش اضافه کنید، این شوک رو نمی‌تونید به غذاتون وارد کنید و اون آب میان بافتی آزاد نمیشه و یه طعمی توی غذاتون کم میشه. این
نصیحت من اینه که الان بالای 10 سال دارم آشپزی میکنم به شماست و کسی که در حرفه‌ای آشپزی میکنه و من از همین طریق دارم حقوقمو در میارم و نون شبمو نسبت به همین شغل دارم در میارم. این نصیحت من به شماست که موقعی که دارید خورش درست میکنید لطفاً موقع اضافه کردن آب حتما آبی که اضافه میکنید آب سرد باشه نه آب گرم. یه مقدار بیشتر طول میکشه تا غذاتون بپزه چون خب بالاخره آب سرده و طول میکشه تا جوش بیاد، ولی 100% غذاتون رو خوشمزه تر میکنه. در اینجای کارم خورشتمون الان دیگه باید بره برای پختن. قبل از اینکه درشو بذارید حرارتمون رو تا تزیات میکنیم و اول میذاریم که غل بخوره. اول غذامون باید غل بخوره، بعد از اینکه غل خورد حرارت رو کم می‌کنیم، در قابلمه رو می‌ذاریم و بهش زمان میدیم تا اینکه گوشتمون کامل بپزه و خورشتمون چاق بیفته. ولی در حال حاضر در قابلمه‌مون رو نمی‌ذاریم و فقط یه توری دارم اینجا که فقط باعث میشه که این روغن و آب نپاشه بیرون، ولی باید اول غل بخوره بعداً در قابلمه گذاشته بشه. خیلی خوب، خورشتمون داره غل می‌خوره، درشو می‌ذاریم، کج می‌کنیم و حرارتش رو می‌ذاریم روی کم و حدوداً 5 ساعت دیگه این خورش حاضر میشه و جا میفته. الان حدوداً 4 ساعته که از پخت غذامون می‌گذره و همونطور که می‌بینید غذا کاملاً جا افتاده و روغن انداخته. یه چیزی حدود نیم ساعت پیش یک مقدار نمک و یک مقدار فلفل و 2 قاشق غذاخوری بهش آب لیمو اضافه کردم. الان درش دوباره میذارم، زیرشو کم میکنم. یعنی حرارت گذاشتم الان رو 2، درشو که ببندم میذارمش روی 1، چون احساس کردم ماهیچه‌ای که توش انداختم هنوز یه کوچولو سفته. بعد از اینکه ماهیچه کاملا خودش رو وا داد و نرم شد خاموشش میکنم. یه شب تا صبح میذارم استراحت کنه، کهنه بشه، بیات بشه. فردا برای نهار ازش استفاده میکنم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید. تا ویدیو بعدی دستتون درد نکنه، دمتون گرم. خدا نگهدار.